با سلام و وقت بخیر. با یه آموزش دیگه خدمتتون هستیم. همونطوری که مطلع هستید مجدداً ثبت نام فروش خودروهای وارداتی در حالت آغاز هستش و از روز یک شنبه یا دوشنبه ثبت نام و وکالتی کردن حساب آغاز شدش. مبلغ 500 میلیون تومان باید بلوک بشه در حساباتون و باید از بین 36 تا خودروی مد نظرتون رو انتخاب کنید توی این مرحله. اطلاعاتی که من خدمتتون توضیح میدم از سایت کلاغ برداشته شده. اطلاعات خیلی کاملی بودش و من بند به بندش رو خدمتتون توضیح میدم و علاوه بر اون سعی میکنیم که به صورت تصویری و ویدیو مراحل ثبت نام خودروی وارداتی در این مرحله رو خدمتتون توضیح بدم. قبل از اینکه شروع کنیم چند مرحله عرضم حضورتون که اطلاعاتی که باید مد نظر قرار بدید و حتما در جریان داشته باشید. عرضم حضورتون که همونطوری که مطلع بودید از روز دوشنبه 18 تیر آغاز شدش. مبلغ 500 میلیون تومان باید بلوکه بشه. تا کی فرصت دارید؟ تا روز یک شنبه 24/4/1403. 36 تا خودرو هستش. این خودروها به دو دسته قیمت قطعی و قیمت غیر قطعی تقسیم شدن. همونطوری که مشاهده میکنید 12 ردیف خودرو معرفی کردن. تویوتا و عرضم حضورتون که فیات و خودروهای نیسان و اینا قیمتشون قطعی هسته. شما میتونید مراجعه کنید به سایت kalaq.com قیمتهای قطعیشون رو ببینید. در کنار این خودروها یه تعداد دیگه خودرو اعلام کردن که قیمتشون غیر قطعی هست. عرضم به حضورتون که 19 ردیف اگه اشتباه نکنم 19 ردیف هستش که باز سوزوکی هستش، میتسوبیشی هست، برندهای خوبی هستش. یه تعدادش اصلا هیبریده. اینا قیمتشون غیر قطعی هست که اعلام کردم 50% مبلغ و زمانی که اسم شما در اولویت قرار بگیره 50% و فروشنده میتونه از خریدار دریافت کنه به عنوان علل حساب و قرارداد باهاتون منعقد کنه. علاوه بر این هزینه هایی که واسه قطعی اعلام شده یا غیر قطعی گفته آقا هزینه های شماره گذاری و اسقاط خودرو و نمیدونم هزینه حمل و از این طور حرفا به این هزینه ها اضافه میشه. حالا بریم توی سایت اینجا همون اطلاعاتی هستش که حالا سایت کلاغ اومد دسته‌بندی کرده دیگه. گفته آقا چند تا خودرو وارد میشه؟ 36 تا، مهلتش تا پنجشنبه 21 تیر ماه 500 میلیون تومان. بعد گفته که آقا اگه واریز نکنید از لیست حذف میشید. عرضم حضورتون که یه فرصتی هم واسه کسایی گذاشت که تو سال 401 انتخاب کردن یه سری خودروها رو ولی هنوز تحویل نگرفتن، میتونن از این سری انتخاب کنن. بعد سایت اصلی که باید واسه ثبت نام هستش sale.auto.ir هستش. ما بریم ثبت نام انجام بدیم و ببینیم که نحوه ثبت نام چگونه هستش. این sale.auto.ir از ما میپرسه که عرضم حضورتون که ربات نیستیم. کلیک میکنید. خب اینجا که ثبت نام جدید عرضه خودروی وارداتی فروش فوق‌العاده 19 تیر ماه، نمایش اطلاعیه. اینم که فقط در مورد تاریخ صحبت کرده و گفته که 5 تا اولویت و اینو یادم رفت خدمتتون میگم 5 تا اولویت میتونید از این اولویت ها انتخاب کنید. عرضم حضورتون که همونطوری که میبینید اومده خودروهایی که قیمت قطعی داشتن و اعلام کرده. خودروهایی که
بعضیشون ارزم به حضورتون که هیبرید هستن و خودروهایی که به صورت قیمت‌های علل حساب ازتون دریافت میکنن. اطلاعات اضافه تری نیستش. عرضم به حضورتون که شرایطی هم ندیدیم بابت اینکه شرایط خاصی، فقط همون وکالتی کردن حساب و ثبت نام اولیه در سایت سامانه یک پارچه رو اینجا میشه انجام داد. بریم جلوتر ببینیم چیا میخوادش ازمون. ثبت نام بزنیم، کد ملی، خب اگه حساب وکالتی نکرده باشید، یعنی 500 تومان واریز نکرده باشید، اینجا کد ملیتون رو بزنید، میگه وکالتی نکردید. کدوم بانک مد نظر هستش؟ بانک های ملت، بانک تجارت، بانک پاسارگاد، سپه و قرض‌الحسنه مهر ایران. بنابراین اگه حساب وکالتی نکرده باشید، دسترسی به این پیج رو دیگه ندارید و اجازه وارد شدن به سایت رو نمیده. ولی چنانچه که حسابتون رو وکالتی کرده باشید، میتونید وارد سایت بشید و از گزینه ثبت نام نسبت به درج اطلاعات خودتون، نام خانوادگی، نام پدر، اطلاعات جنرالی رو میپرسه و عرضم به حضورتون که خودروهایی که مد نظرتون هستش رو میتونید انتخاب کنید. موفق و پیروز باشید.